سلام بچه های عزیزم، امیدوارم که خسته نباشید و تا اینجای کتاب رو خیلی خوب و راحت یاد گرفته باشید و تمرین ها رو به خوبی حل کرده باشید. با هم دیگه میریم تمرین صفحه 15 کتاب رو انجام میدیم. تمرین: در یک تمرین ورزشی پای یکی از ورزشکاران زخمی شد. دکتر زخم او را پانسمان کرد و به او گفت که بعد از خوب شدن زخم روز اول فقط 15 دقیقه بدود. بچه ببینید، ما دور اعدادی که مسئله به همون میده سعی میکنیم خط بکشیم. 15 دقیقه. سپس هر روز 5 دقیقه به زمان دویدنش اضافه کند تا وقتی که این زمان به 60 دقیقه برسه. آنگاه در تمرین تیم شرکت کند. او بعد از چند روز میتواند تمرین را شروع کند. چیزی که از ما میخواد اینه که ببینیم چند روز باید بگذره تا برسه به زمان 60 دقیقه. میایم تمرین رو با هم دیگه انجام میدیم. اولش خودش گفته از 15 دقیقه شروع کرده، 5 دقیقه اضافه کرده، شده چه عددی؟ شده 20. بچه این روز اول. 20 روز دوم 5 دقیقه اضافه شده. شما بگید میشه چی؟ اینجا می نویسیم 25. این شد روز چندم بچه ها؟ این شد روز دوم. اینجا می نویسم دوم. این روزه. 5 دقیقه به زمان 25 دقیقه من اضافه میشه چقدر؟ 30. اینجا روز چندمه بچه ها؟ اینجا روز سوم. 5 دقیقه به 30 اضافه میکنیم میشه 35. اینجا روز چهارم. 35 به علاوه 5 40. اینجا روز پنجم. 40 به علاوه 5 45. اینجا روز چندم شد؟ روز ششم. 45 به علاوه 5 50. اینجا روز هفتم. 55 روز هشتم. 55 رو به علاوه 5 کنیم میشه 60. خب رسیدیم به این عددی که مسئله به ما داده بود که به زمان 60 دقیقه برسه. خب اینجا روز چندم شد بچه ها؟ روز نهم. اینجا روز نهم. پس بعد از چند روز میتونه به تمرین شروع کنه؟ میگیم بعد از 9 روز. حالا بین شکل‌های زیر و سوال بالا چه رابطه‌ای وجود داره؟ هر روز 5 دقیقه به الگوی ما اضافه شده. روزی 5 دقیقه به این الگو اضافه شده. اینو باید بگین و بنویسید. سوال دوم: جاهای خالی رو پر کنید. می توانید هم از حدس و آزمایش کمک بگیرید. بچه همون ماشین های ورودی و خروجیه که تمرین می کنید با هم دیگه. گفتیم اگر ورودی رو داشته باشیم طبق همین علامتی که اینجا داده عمل می کنیم. اگر ورودی رو نداشته باشیم و خروجی رو داشته باشیم مثل این عدد 40 باید علامتی رو که اینجا داریم برعکس کنیم. یعنی عملیات معکوس میشه، برعکس میشه. بریم با هم دیگه انجام بدیم. 10 به علاوه 25 میشه چند تا؟ این ورودیمون 10 توی ماشین با 25 جمع میشه. خروجی ما میشه عدد 35. عدد 30 به علاوه 25 ورودیمون 30 با 25 جمع بشه عدد 55. خب بچه ها 40 رو داریم، علامت منها میکنیم، اینو 25 رو ازش کم میکنیم، معکوسش میکنیم، برعکسش میکنیم. میگم 40 منهای 25. بچه ها ذهنی حساب میکنم. 40 تا دارم، 20 تای این 25 ازش کم شه میشه 20. یه 5 تای دیگه هم ازش کم بشه، یه 5 تا تکی مونده دیگه 25. یه 5 تا هم از 20 تا کم بشه میشه عدد 15.
ببینید اگر 15 رو به علاوه 25 کنیم عدد 40 به دست میاد. خب بچه‌ها اینجا ما ماشین‌های ورودی خروجیمون 2 تا پشت همه، یعنی یه عملیات دیگه هم داره. میگم 35 منهای 10 25، 55 منهای 10 یه 10 تایی از 55 کم کنید 45، 40 منهای 10 30. آفرین. میام تمرین بعدی. 10 به علاوه 30 سریع 40 تا. 40 تا دارم 5 تا ازش کم میکنم چه عدد 35. خب اینجا بچه ها ما ورودی رو نداریم. ببینید نداریم. گفتم وقتی نداریم برعکس عمل میکنیم، یعنی میگم 35 منهای 30. بعد اینجا می نویسم چه عددی؟ می نویسم 5. یعنی اگه 5 تا به 30 تا اضافه بشه میشه 35. خب بچه ها من اینجا هیچ گونه نه این عدد رو دارم نه این عدد رو دارم. چیکار میکنم؟ میام نگاه میکنم میبینم که اینجا عوضش یه چیزی دارم. 40 دارم، اینجا منهای 5 دارم. بچه ها این منها باید اینجا چه عددی بشه؟ برعکس بشه. درسته؟ 40 منها رو برعکس کنیم میشه به علاوه. 40 به علاوه 5 میشه 45. پس اینجا می نویسم 45. خب حالا عدد اینجا به دست اومد. حالا اینو برعکس میکنم. 45 منهای 30 میشه چه عددی بچه ها؟ اینجا می نویسم. اگه 30 تا از 40 تا کم کنم 10 تا میمونه. یه 5 تا هم اینجا میمونه میشه عدد 15. دیدین چجوری به دست اومد؟ پس سریع فکر نکنید که چی شد ما الان نه ورودی رو داریم نه خروجی رو داریم. اومدیم نگاه کردیم دیدیم اینجا عدد 40 رو داشتیم. با استفاده از همون 40 و این 5 تونستیم اینجا رو هم به دست بیاریم. اینجا یه عدد مونده 35 منهای 5. اینجا هم می نویسم 30. خب یک مکعب رو از 6 طرف می توانید روی کاغذ بگذارید و دور آن را خط بکشید. جواب بچه ها اون صفحه قبل رو اینجا بهتون داده. مانند تصویر این کار را با نظم انجام دهید تا 6 مربع کنار هم قرار بگیره. اینها 1 2 3 4 5 و 6. حالا اگه اینو شما به هم دیگه تا کنید، یعنی ببرید تا کنید و به هم بچسبونید، یک مکعب میتونید درست کنید. خب اینم از تمرین صفحه 15. بچه‌های عزیزم توی ویدیوی بعدی صفحه 16 کتاب ساعت در بعد از ظهر رو با هم دیگه انجام میدیم و تمرین ها و فعالیت های کتاب رو حل میکنیم. امیدوارم تو ویدیوی بعدی حتما ببینمتون. با من همراه باشید. این سفر هم که انجام بدیم میریم تمرین های خارج از کتاب براتون حل میکنم. اگر از ویدیوها خوشتون میاد و دوست داشتید و براتون مفید بود لایک کنید و تو ویدیوهای بعدی همراه ما باشید.